سلام، چطورین؟ امید که خوب باشین. آقا، به یه نکته میخوام اشاره کنم. من از بچگی از مدرسه متنفر بودم. کلنم دوستای مدرسم که الان تو پیجم هستن میدونن که من نمیرفتم اصلا. اگر میرفتم دیر میرفتم یا فرار میکردم از مدرسه. و هرچی بزرگتر شدم، عمیق‌تر که بهش نگاه کردم، دیدم که واقعا مدرسه اصلی ما زمینه، طبیعت، آدمان. مدرسه‌ای که واسه ما درست کردن، جامعه، دنیا، فقط ما رو از اون اصلیت خودمون دور کرد. اینکه باید نمره خوب بیاری، اینکه باید با این نمره خوب آوردن کمالگرایی رو آوردن، اینکه باید مثلا از فلانی مسابقه هایی میذاشتن، امتحان میذاشتن که از فلانی باید بالاتر باشی، مقایسه